داشته هایی که ما برای اونها هیچ سندیت نداریم، سندیت موجه که درست بودنشان را بتونه ثابت کنه، و همچنان داشته هایی که ما برایشان دلایل عقلی، دلایلی که باعث استنتاج شود، دلایل منطقی و دلایل علمی نداریم. عقیده دینی یعنی همین. اما یگانه چیزی که برای ما تهیه دیدن چیزی است به نام ایمان. ایمان یعنی شما به چیزهای پناه ببرین که برای موجه بودنشان هیچ کدام دلیل نمیتونین بیارین. به خاطر چی؟ یک تعریف ساده عملی که من از ایمان به شما دوستان داشته باشم این است که وقتی من کتاب در دستم دارم و در کف دستم میگیرم، کتاب را به شما نشان میدم، شما در این حالت به این کتاب، با وجود این کتاب ایمان ندارین. شما میفهمین، میدانین که کتاب وجود داره. اما ایمان چیست که من کتاب را در دستم نگیرم، در پشت سرم گویا بگیرم که شاید اونجا تا کتابی نباشه و برای شما بگویم که من در عقبم یک کتاب دارم. شما از من بپرسین که خب کتاب را برای من نشان بده که من بدانم که هست یا نیست. من دقیقاً برایتون پاسخ میدم که این ایمان هست، نیاز به فهم و دانایی نداره. شما باید نفهمین که ایمان داشته باشین. شما باید ندانین که ایمان داشته باشین. یعنی هیچ دهلیز ارتباطی مشترک میان دانایی و ایمان، فهم و ایمان وجود نداره. ایمان یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن بدون دلیل. خدا وجود داره؟ بله. دلیل داری؟ نه خیر. پیامبر در غار با خدا ملاقات کرد؟ بله. دلیل داری؟ در کتاب سیره ابن هشام آمده. حالا آیا عقلت میپذیره؟ نه خیر. خدا به زبان عربی صحبت میکنه؟ بله. چرا به زبان عربی صحبت میکنه؟ چون جاهل ترین مردم اون زمان عرب ها بودن، نظر به استدلال دوستان مسلمان ما. و خدا آمده به زبان اونها شروع کرده. ببینین این دلیل موجه برای ایمانشان نداره. بعد برای امین ایمان اینا گدای احترام هم هستند. یکی مسئله ناسزا گفتن به عقاید است. اگر شما یک دو تا عقیده خوب داشته باشین در کنج خانه باشه، خب کسی که کار نداره با عقیده شما. آیا ما میاییم میگیم که این رنگ لباس را نپوشید یا به این شکل استایل نزنین یا نگیرین، اختیار نکنین؟ نه، چون ما کاری نداریم. اما وقتی عقاید تو جنایات را مروج میسازه، سنت میسازه و فرهنگ جامعه را میرباید، ما مجبور هستیم که اون زمان بیاییم بدون ناسزا و توهین کوشش کنیم که با عقاید تو برخوردی داشته باشیم، چون با ما برخورد داره. یعنی ما با اسلام کار نداشتیم اگر با انسان کار نمی داشت. ما با اسلام به خاطر کار داریم که انسان را محدود میکنه، جامعه را به طرف بیراه میبره، جامعه را منحرف میکنه. دلیل ما همین هست. یعنی من کدام درد دلی از اسلام شخصا خودم ندارم که بیایم به خاطر از اسلام را نقد کنم. اسلام به خاطر از اینکه صدمه زده بر پیکر انسانیت، چی در افغانستان چی در سایر کشورهای جهان، حالا مهم نیست، هر جایی که بوده جنایت کرده. یک جایی که اسلام خوبی آورده شما برای من نام میگید. و امروز مسئله توهین به عقاید است. شما میدونین که اگر شما نامسلمان باشین و این کتاب را لمس کنین، این خودش توهین است. یعنی لمس کردن کتاب اینها توهین است. من این لحظه دارم اسلام توهین میکنم با همین کارم که قرآنشان را در دستم گرفتم. کفایت میکنه که اینا توهین را به سادگی برچسب بزنن و گردن در ببرن. و اینها چیز دارن به نام سب النبی که در لابلای برنامه روایات وحشتناک که امروز برای شما دوستان به خوانش میگیرم. یکی از وحشتناکترین روایتی که در کتاب‌ها این آمده در مورد ما یک اسلام را نقد میکنیم و 100% جواز ترور ما را به اینها داده. بسیار مستقیم اومده گفته ترور اجرا کنیم. در لابلای برنامه این روایات را به دوستان به خوانش خواهیم گرفت. دوستانی که ریکارد میکنن کوشش کنیم که این روایت را یک بار دیگر وایرال بسازیم تا از یخه این ملاگک های تیک تاک گرفته شود
و بگویید که دینتان آیا دین ترور است یا خیر. بنابراین دوستان عزیز، اگر عقیده خوب باشه شما گدای عقاید به عقیده نمی باشید. اگر انسان ذاتش ظرفیتش موجه باشه، ذاتش به ظرفیتش موجه باشه، پاک باشه، بذات باشه، باور کنین که حتی خود انسان گدای احترام نیست. من خودم امیاله گدای احترام از مردم نیست. برای من استدلال مردم، کسانی که در برنامه می آیند، مهمتر است این است که بیان مرا احترام کنن، مرا تعریف کنن. نه، برای من استدلال بیار، دلیل بیار. من نیاز به احترام ندارم. اما دینی که گدای احترام است بفهمین که در خودش بدبختی داره. دینی که مخالف خود را توهینگر به خودش میدونه بفهمین که بسیار سست است. دینی که چی کار میکنه به خاطر توهین یا به خاطر اینکه خدایش را قبول نکنی گردنت را از قسمت بالا میبره، اون دین شک برانگیز است. باید به ذات اون دین برین تا بشناسینش و بدانین که این اسلام چی است. تشکر پویا جان. دوستان